شکرانه خدای مهربان شکرانه هزاران شکرانه. کجا رفتی سیدن اینجا؟ اکا جان الحمدلله امروز خیلی برادرها اومدگی بودن. ما کم تر مونده شدیم اکا جان. امروز بدونی نماز جمعه یا هر یک انسان باید روز جمعه را یادش نبراید. این روزی هر یک مسلمان اکا جان میگم برم نماز جمعه را بخونم در خانه 3 ساعت استراحت کنم اکا جان. هیچ جواب نمیری برادر. با چی با اکا جان؟ آخه برادرها از یک جا الحمدلله هر دو میریم نماز جمعه را میخونیم. خب میبیایم اینجا برادرها رحیم جان گفته آمده استیان. بو میگوی همین روز جمعه شنبه یک شنبه همین خیلی برادر برون میشه در اینجا. الحمدلله اگر که رحیم جان و عبدالله جان که نباشه روز جمعه شنبه یک شنبه این برادرها رحیم جان گفتم میبیایم. من خاکی پاشون میشم همین یه هفته 7 روز یا 8 روز بیا نکن. بله الحمدلله. اینا با اکسی‌های دیگه تشکیل میکنیم الحمدلله در روز شنبه یک شنبه تا 30. او اکا جان اخی تو 30 مو ماشین کا داشتین؟ گاباین خمو ماشین کو بچی دیگه چیش بیتی برای رفتی فرمان نکو برادرم اینا. تا 30 نه تا 40 ما برسه یک کروکای دیگه ای در زبان جان میگوی پیش برادرها دا پدری نمیشه ان شاء الله. الحمدلله آوردیم برای برادرها. این ایش گفتم میخوام که بس همه برادرها برسونم. با یه عکس دیگه خوش میاد اکا جان. 10 نمود چیز همش در یک نرخ. در یک نرخ؟ بله یک جای نمازی کاری کلام. خب یکو برادرها نشون تیم چی جای نماز؟ اینم معنی شده. این 3 نمود رنگش هست. دین خو رنگش میتونه که چی کنه؟ انتخاب کنه. بله بله. انا برادرم اینه دویمش تخسرا. تخیای ترکی پختگی ای. بگو مکابلو ایرا شیرینی شریگو که همین هر یک شیر بچه در همین سری بچهش بگیره بدوزه هر چی بازیل میتونه شیر بچه خودش. این مهم که پختگی ای سری دام خانم نمیخورده. این ترکیه الحمدلله. در زبان جنوبی و بعد دویمش این عربستان مشک و انبر. بنیاد بوشخ شد. خب یا ما چی کارش ما کردیم ما باید کنیم. سیمش الحمدلله صابون ای 4 لیتر سیادونا. این برای نرمی رو بنیاد خوبه. ایها بله حقیقتا. بله. 4مش 5مش الحمدلله این یک تا دوخی. ششمش یک تا سیوو. 7م و 8مش یک تا دوخی و یک تا اپیمیدونه پاستا و 9مش یک تا اسپری برای موهای نوروزینا. اکابلو جان. دهم شما گمیزنم. خوش شما بالای همین زبونای پرسوی دعبانش گروزیر کرده که برادرای ما بگیره برای بعد ناوید کنه بگه که عبدالله چیزی با فلانم دادی چیز بزیر دادی ها؟ نه برادرم فکرای غلط نکرد. این برادرم میدونی برای چی فورونه؟ از فیرمای سیوک برای سنگ دندان و واسپالین دندان ها بنیورد خوبه. اینجا هم خمیرشای هم شدکشای. اکابلو جان همین برای زب خیدان خویده میکنه؟ بنیورد خوبه. این فیرمای سیوک میسواق هم میدونی که پیغمبرمون الحمدلله استفاده میکنه از همون فیرما ای فورون برای دندون برای زخم دهان برای سنگ های دندون برای واسپالین دندون. اگر نه خیلی باشه همین 10 تا غازی برادرها دا میگن که برادر جانا این هم کسی که یکی جمعه میگیره در دوام همون پدرکه همین خیل نه برادران او پدرکه توفه حجامه میکرده که دیگه های عدل نه های این همش 10 چیز در 2000 روبلی. این بعد مسئله دستافکش چی خیلی هست؟ دستافکش به پول تمام شهرهای روسیه حتی با وطن عزیزمون تاجیکستان برابر با همونجا هم به پول روی میکنه. در زبان جنوبی انا دوستان عزیز چخیلی که اکابلو جان گفت از همین روز جمعه شنبه یک شنبه ما در دکان خود همه شما را انتظاریم و این توفه را برادر جان میتونه بیا یک جمعه بگیری یک ماشین که از نام ما به هر یک شما توفه و اینم زکاس کنی با کجایی که مسکو تاجیکستان زن مادر فرزند کسی دا میخوای همین صفات چه انتخاب میکنی میگوی اکابلو جان رویش که بر روا ما رویش میکنیم وزیرش تا خلات برو ان شاء الله بریم نماز بخونیم اکابلو جان ما هم که بر نه هیچ جواب نمیری برادر. بعد جمعه میای اینجا میهمانو میبیان میگه که صحبت مرد خدا مردت کند صحبت هر ناسدا سردت کند. اینجا مرد خدا دیگه دوستا برای مرد خدا گفتم میبینم اینجا ماشاءالله هزار رحمت. این یک چیز دیگه را برادرها ایاد ما برو آوردیم آخه امروز ساعت 8 بیگانی با وقت مسکو با ما پرامای افیر داریم چخیلی که هفته گذشته هم برادرها صحبت کردیم کو در یوتیوب در یوتیوب کانال خودمون آخه برادر جان بهترین میشونه. انا دوستان عزیز کسانی که میخواهند از دکان ما اومده از احوال ما پرسان شوه و از سخنهای شیرین ما و ما از سخنهای شیرین شما حلاوت بریم ساعت 8 بیگاه پخش مستقیم میشه و آدرس های پرر هم بزنین اما در روی اکران نوشته میشه برادر جان همه شما را ما انتظاریم یا پیاله چای کبوت ما به هر یک شما توفه رویش که خدا نگهبان.
جزاک الله خیر. بیا اکی را برو رفتیم چه